قدرت‌های نظامی جهان فراتر از تسلیحات. سلام به همه. وقتی به قدرت نظامی فکر می‌کنیم، سری یاد کشورهایی می‌افتیم که همیشه توی تیتر اخبارهای بین المللی هستند. اما می‌دونستید قدرت نظامی یک کشور فقط به تجهیزات و اسلحه نیست؟ مثل این میمونه که یه آشپز رو فقط از روی چاقوهاش قضاوت کنیم. پس امروز میخوایم بریم فراتر از تیتر خبرها و عمیق بشیم توی عوامل واقعی که یک کشور رو به یک قدرت نظامی تبدیل میکنه. خب، بیاین شروع کنیم با غول مرحله ایالات متحده آمریکا. آمریکا بزرگترین بودجه نظامی دنیا رو داره. هواپیماهای رادارگریز، پهپادهای پیشرفته و یه ارتش منظم و حرفه‌ای از سربازهای ماهر. با پایگاه‌هایی در سراسر کره زمین، نیروی دریایی آمریکا در واقع نجات غریق غیر رسمی دنیاست. پس، بله، آمریکا راحت روی قله حرم قدرت نظامی نشسته. و در جایگاه دوم، روسیه. شاید تکنولوژی‌های آنچنانی آمریکا رو نداشته باشند، اما یه چیز به همون اندازه ترسناک دارن: قدرت نظامی خالص و سنتی. داریم در مورد بزرگترین زرادخانه هسته‌ای دنیا صحبت می‌کنیم. تانک‌های مثل تی تاستورد آرماتا و سیستم‌های دفاع هوایی مثل استورسال. حمله به روسیه مثل جنگیدن با خرس توی غارش میمونه. توصیه نمیشه. اونها ارتششون رو مدرن کردن. روی فناوری‌های جدید سرمایه گذاری کردن و قدرت نماییشون رو به دنیا نشون دادن. و حالا برای رقیب سوم سفر میکنیم به چین. کشوری با تاریخ و فرهنگی غنی که به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های بزرگ جهان است. با جمعیتی بیشتر از اکثر قاره‌ها، رویکرد چین به قدرت نظامی اینه که کمیت خودش کیفیت میاره. این کشور با بیش از 1,400,000,000 نفر نیروی انسانی عظیمی در اختیار داره. اما نذارید تعداد زیاد گولتون بزنه. چین دیگه فقط به نیروی انسانی وابسته نیست. این کشور به سرعت در حال مدرنسازی ارتش خود است و به فناوری‌های پیشرفته نظامی دست یافته. اونها حسابی دارن خودشون به بقیه میرسونن. کلی روی ارتششون سرمایه گذاری میکنن و فناوری‌های خیلی پیشرفته‌ای رو توسعه میدن. از ناوهای هواپیمابر گرفته تا موشک‌های هایپرسونیک، چین در حال نمایش قدرت خود به جهان است. استراتژی نظامی چین مثل دیوار بزرگ معروفشونه. همه چیز در مورد تفکر بلند مدت و نمایش قدرته. این کشور با برنامه‌ریزی دقیق و استراتژی‌های هوشمندانه به دنبال تثبیت جایگاه خود در جهان است. پس، بله، اژدها قطعاً بیدار شده و داره آتش می‌دمد. چین با قدرت و عزم راسخ به دنبال جایگاه خود در جهان است و هیچ نشانه‌ای از کند شدن ندارد. بخش چهارم، هند، قدرتی در حال ظهور در جنوب آسیا. هند با تاریخ و فرهنگی غنی در حال تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های بزرگ جهان است. در جایگاه چهارم هند رو داریم. این کشور با جمعیتی بیش از 1,000,000,000 نفر یکی از پر جمعیت ترین کشورهای دنیاست. با یه اقتصاد به سرعت در حال رشد و جمعیتی که داره از چین جلو میزنه، هند یه بازیگر اصلی تو صحنه جهانه. اقتصاد هند در حال حاضر یکی از سریع‌ترین رشدها رو در جهان داره و این کشور به یکی از مراکز اصلی فناوری و نوآوری تبدیل شده. دومین ارتش بزرگ دنیا رو دارن و حسابی دارن برای مدرن کردن نیروهای نظامیشون سرمایه گذاری میکنن. ارتش هند با تجهیزات پیشرفته و آموزش‌های مدرن آماده مقابله با هر تهدیدی است. استراتژی نظامی هند حفاظت از منافعشونه توی یه منطقه پرتنش. این کشور با داشتن مرزهای مشترک با چندین کشور نیاز به یک استراتژی دفاعی قوی داره. پس دارن نیروی دریاییشون رو تقویت میکنن تا بتونن از منافعشون در اقیانوس هند محافظت کنن. نیروی هواییشون رو قوی‌تر میکنن با خرید هواپیماهای جنگی پیشرفته و آموزش خلبانان ماهر و مطمئن میشن که برای هر چیزی آماده‌اند. هند با این اقدامات به دنبال حفظ امنیت و ثبات در منطقه و جهان است.
بخش پنجم، فرانسه، قدرت نظامی با میراثی غنی. در جایگاه پنجم، فرانسه. یه تاریخ نظامی طولانی و پرماجرا دارن. از ناپلئون گرفته تا نقششون تو هر دو جنگ جهانی. فرانسه یکی از معدود کشورهای دنیاست که 3 گانه هسته‌ای داره. استراتژی نظامی فرانسه نمایش قدرت و نفوذ هم در اروپا و هم در سراسر جهانه. پس بله، نذارید پنیر و شراب خوشمزه گولتون بزنه. فرانسه یه قدرت حسابیه که نباید دست کم گرفت. بخش ششم، بریتانیا، شیر پیر هنوز غرش میکن. در جایگاه ششم، بریتانیا، یکی از پیشرفته ترین نیروهای دریایی دنیا رو دارن و نیروهای ویژه‌شون رو هم نباید فراموش کنیم، مثل ساس که در واقع جیمز باندهای دنیای نظامی هستن. استراتژی نظامی بریتانیا همکاری با متحدانشونه، مخصوصاً آمریکا. همچنین تمرکزشون روی حفظ ثبات و امنیت در سراسر جهانه. بخش هفتم، کیر جنوبی، قدرتی در سایه. در جایگاه هفتم، کیر جنوبی. این کشور با وجود مساحت کوچک و جمعیت زیاد، توانسته به یکی از قدرت‌های نظامی برتر جهان تبدیل شود. زندگی کردن کنار کره شمالی مثل اینه که همسایه‌ای داشته باشی که هر شب ساعت 3 صبح با صدای بلند آهنگ متال گوش میده. این وضعیت باعث شده که کره جنوبی همیشه در حالت آماده باشه. بیش از 500,000 میلیون سرباز فعال دارن. تانک‌هاشون از آلمان بیشتره و نیروی زمینیشون به خوبی تجهیز شده و به اندازه کافی توپخانه دارن که یه رشته کوه رو به خاک تبدیل کنن. این توپخانه‌ها به طور مداوم به روز رسانی میشن تا همیشه در بهترین حالت ممکن باشن. مدام در حال آموزش هستن و تمرینات نظامی سختی رو پشت سر میذارن تا همیشه آماده باشن و خودشون برای احتمال درگیری مجدد با همسایه غیر قابل پیش بینی شمالیشون آماده میکنن. این آمادگی شامل تمرینات شبانه روزی و مانورهای نظامی گسترده است. همچنین به شدت روی فناوری نظامی خودشون سرمایه گذاری میکنن. از پهپادهای پیشرفته گرفته تا سیستم‌های دفاع موشکی، کره جنوبی در حال توسع تکنولوژی‌های جدیدی هست که میتونه در میدان نبرد برتری ایجاد کنه. بخش هشتم، ژاپن، سامورایی‌های مدرن. در جایگاه هشتم، ژاپن، یکی از پیشرفته‌ترین نیروهای دریایی دنیا رو دارن. ژاپن داره نقش فعالتری در امنیت منطقه‌ای به عهده میگیره و با متحدانی مثل آمریکا و استرالیا همکاری میکنه. استراتژی نظامی ژاپن مبتنی بر فناوری و نوآوری هست. اونها به شدت روی حوزه‌هایی مثل جنگ سایبری، هوش مصنوعی و تسلیحات فضایی سرمایه گذاری میکنن. بخش نهم، پاکستان، قدرتی اتمی در تقاطع. در جایگاه نهم، پاکستان، 6مین ارتش بزرگ دنیا و یه زرادخانه هسته‌ای به سرعت در حال رشد رو دارن. استراتژی نظامی پاکستان بازدارندگیه. میخوان مطمئن بشن که هیچ کس، مخصوصاً هند، فکر نکنه میتونه بدون مواجهه با عواقب جدی بهشون حمله کنه. همچنین یه بازیگر کلیدی در مبارزه با تروریسم هستن. بخش دهم، ترکیه، سلطان پهپادها. و در جایگاه دهم، ترکیه به یه بازیگر اصلی در زمینه پهپادها تبدیل شدن. دومین ارتش بزرگ ناتو و یه صنعت تسلیحات داخلی رو به رشد رو دارن. استراتژی نظامی ترکیه نمایش قدرت و نفوذ در منطقه شونه. پس بله، دست کم گرفتن ترکیه به ضرر خودتونه. ممکنه غافلگیرتون کنن. سخن پایانی، رقابت قدرت‌های نظامی. خب، این بود 10 قدرت نظامی برتر دنیا. از آمریکا با برتری تکنولوژیش گرفته تا چین با وسعت و جمعیت زیادش و هر چیزی بین این دو، این کشورها دارن تعادل قدرت جهانی رو شکل میدن. اما یادتون باشه، قدرت نظامی فقط یه تیکه از پازله. در نهایت، وقتی به این قدرت‌های نظامی نگاه میکنیم، میفهمیم که رقابت تو این زمینه هیچ وقت متوقف نمیشه.